فقط 6 دقیقه وقت داری که تصمیم بگیری که میخوای به ملبورن استرالیا مهاجرت کنی یا کاملا منصرف بشی. تو این ویدیو میخوام هزینه زندگی در ملبورن استرالیا رو کامل بهت بگم و حداقل درآمدی که میتونی کسب کنی هم بهت میگم. بعد از این ویدیو خیالت راحت باشه که تصمیم درست رو میگیری. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که احتمالاً خیلی دنبالش بودی. هزینه های زندگی در ملبورن استرالیا تو سال 2024. اگه فکر میکنی اینجا همه چی رایگانه چون به هر حال استرالیاست، سخت در اشتباهی. بیا ببینیم چطور باید هزینه هامون رو مدیریت کنیم تا بتونیم توی این شهر زندگی کنیم. به نظرم تا آخر ویدیو همراه من باش و خودت همه چی رو ببین. بیا از بزرگترین هزینه شروع کنیم، یعنی اجاره خونه. تو قلب ملبورن اگه بخوای یه آپارتمان یه خوابه بگیری باید ماهیانه حدود $2300 استرالیا پرداخت کنی، یعنی 91,500,000 تومان. اوه خدای من، اگه بخوای کمتر خرج کنی میتونی بری حومه شهر، جایی که حدود $1900 استرالیا برات در میاد، یعنی 75,500,000. حالا باید ببینی که آیا حاضری 20 دقیقه بیشتر تو ترافیک بمونی یا نه. اینا که گفتم بدون در نظر گرفتن هزینه های اضافی مثل آب و برق و اینترنت هستش که ماهانه حدود $210 میشه، یعنی 8,500,000 تومان. راستی اگه تا اینجا از اطلاعات خوشت اومده فکر میکنی کمکت میکنه، یه لایک بذار تا حسابی انرژی بگیرم و ادامه بدم. بریم سراغ هزینه های حمل و نقل. ملبورن دارای یکی از بزرگترین سیستم های حمل و نقل عمومی توی جهانه و بیشتر ساکنین از تراموا و قطار استفاده میکنن. هزینه یک سفر یک طرفه با تراموا یا قطار حدود $4.10 استرالیاست، یعنی 160,000 تومان، که اگه بلیت رفت و برگشت تهیه کنی میشه $9، یعنی 360,000 تومان. هرچند داشتن ماشین توی ملبورن میتونه راحت باشه، اما هزینه های اضافی مثل پارکینگ و ترافیک شهری ممکنه باعث بشه که بیشتر افراد به حمل و نقل عمومی رو بیارن. تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی؟ پس سابسکرایب کن لطفاً و برای دوستات ارسال کن. بریم سراغ هزینه های خورد و خوراک. هزینه غذا توی رستوران میان رده برای 2 نفر حدود $80 تا $110 استرالیا در میاد، یعنی 3 تا 4.5 میلیون تومان. حالا اگه میخوای بیرون غذا بخوری و این مبلغ برات زیاده، پیشنهاد میکنم که برو به رستوران های ارزون و خوشمزه ملبورن. حالا اگه بخوای خودت غذا درست کنی خب هزینه‌هات کمتر میشه. یه بسته شیر معمولی حدود $2 استرالیا میشه، یعنی 80,000 تومان. 12 تا تخم مرغ $5 استرالیا، یعنی 200,000 تومان میشه. اگه بخوای هوشمندانه خرید کنی هفته‌ای حدود $200 خرجت میشه، یعنی 8 میلیون تومان. حالا اگه عاشق قهوه‌ای باید بهت بگم که یه فنجون قهوه لاته حدود $4.5 میشه، یعنی 180,000 تومان، که بهت بگم که خیلی با احتیاط باید با این عشقت برخورد کنی. حالا که تا اینجا ویدیو رو دیدی تو کامنت نظرت راجع به ملبورن برام بنویس. خب بریم سراغ بخش باحال، یعنی هزینه های تفریح و سرگرمی. ملبورن به عنوان پایتخت فرهنگی استرالیا شناخته میشه و شهریه که در اون همیشه سرگرمی‌های متنوعی برای انجام وجود داره. مثلا هزینه بلیت سینما حدود $20، یعنی 800,000 تومان. و اگه بخوای فیلم 3 بعدی تماشا کنی هزینه اون $25 میشه، یعنی حدود 1 میلیون تومان. اما خبر خوبی که براتون دارم اینه که خیلی از فعالیت‌های فرهنگی توی این شهر رایگانه. مثلا میتونید از باغ‌های گیاهشناسی رویال بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای بازدید کنید، یا از هنرهای خیابونی منحصر به فرد این شهر لذت ببرید.
حالا ببینید آیا میتونید هزینه‌ای برای خوشحالیتون کنار بذارید؟ خب همه اینا رو گفتم، ولی تا درآمد رو نداشته باشی نمیتونی تصمیم درست بگیری. حداقل دستمزد عمومی برای کارگر ساده به صورت ساعتی 23 و 23 دلار استرالیا است. یعنی ساعتی 92,000 تومان که در هفته حدوداً 38 ساعت کاری دارن، یعنی میشه 882 دلار استرالیا حدوداً، یعنی 35 میلیون تومان در هفته. البته این عدد بسته به نوع شغل و قوانین خاص هر ایالتی خب متفاوته. من به صورت کلی حداقل حقوق رو بهتون گفتم. مرسی که تا اینجا با من بودید. اگه دوست داری درباره زندگی تو شهرهای دیگه هم بدونی، منتظر ویدیوهای بعدی باش. ویدیوی بعدی درباره هزینه‌های زندگی تو دبیه. از دستش نده.